این بار نوبت رشته تیرکمان بازی هست و امروز ما در میان یک تیم محلی قرار داریم و قرار است که جریان بازی را برای شما به تصویر بکشیم. کوتاه هم در رابطه به این رشته بگم. این رشته المپیکی را میتوان به عنوان ورزش یا هم برای شکار و یا هم برای جنگ استفاده کرد. اما من با دو مورد آخری موافق نیستم و امیدوارم شما هم موافق نباشید. بیایم که با هم جریان ورزش را و یا هم جریان این بازی را تماشا کنیم و قرار است که من یک تیر بزنم. امیدوارم خرابکاری نکنم. چای ما حاضر، شیرینک ما حاضر. جریان بازی امیدوارم برای شما هم هیجان انگیز تمام شده باشه. من یکی واقعا لذت میبرم از تماشای این بازی و در ارتباط به این حد اندازه نداره و فکرم کرده نمیتونم که چقدر دوستش دارم. مطمئن هستم که جوانای همسن و سال من خیلی خاطرات زیادی از دوران کودکیشان با این شیرینکای قاق داره. آیا واقعا قدیمی ترین ورزش افغانستان در حال فراموش شدن است؟ تیراندازی با کمان از ورزش‌های سنتی و قدیمی در افغانستان است که بر اساس اطلاعات ارائه شده حدود 100 سال قدامت تاریخی دارد. تیراندازی با کمان عضویت المپیک بین‌المللی را دارد و همه سال صدها ورزشکار از کشورهای مختلف در مسابقات جهانی المپیک در این بخش شرکت می‌کنند. با این وجود این ورزش در حال حاضر در افغانستان به سنتی ترین شکل آن نیز برگزار می‌شود. از ورزشکاران محلی که امروز اینجا جمع شدن میگویند که تمام کشورها بازی‌های محلی دارن، اما در کشور ما به ورزش‌های محلی توجه خاص صورت نگرفته است تاکنون. گفته می‌شود که تیراندازی با کمان در گروه‌های تیمی بازی می‌شود و هر تیم باید 201 امتیاز که به عنوان هدف تعیین شده است را تکمیل کنند. در تیرکمان اندازی ورزشکاران از فاصله 20 متری در بعض مواقع هم کمتر از 20 متر تیر را رها می کنند و در این فاصله حلقه جاسازی شده یا هم نشانی گذاشته شده است و در صورتی که تیر در موقعیت تعیین شده اصابت کند به زننده تیر 2 امتیاز داده می شود. خوب است که در مورد تاریخچه جهانی این رشته ورزشی هم بدانید. نخستین بار کلپ تیراندازی در قرن 13 و 14 میلادی توسط آلمانی‌ها راه اندازی شد که عضویت در آن فقط به مردان محدود می‌شد. اولین مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در سال 1897 میلادی توسط کلپ تیراندازی لاین فرانسه به مناسبت جشن 25مین سال تأسیس کلپ در مسافت 300 متر برگزار گردید. مسابقات قهرمانی زنان در رشته تیراندازی نیز در سال 1958 میلادی برگزار شد. از تیر و کمان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین هنرهای بشری یاد می‌کنند. هنری که تاریخچه باستانی دارد. در عین حال آن را جزو رشته‌های ورزشی قرار دادند. رشته‌ای که مدال‌آور است و در المپیک‌ها حساب زیاد روی آن باز می‌کنند. شواهد باستانی زیاد وجود دارند که بر تاریخی بودن این رشته حکایت می‌کنند. همواره نشانه‌های از تیر و کمان در ادبیات، هنر، اساطیر یونانی، زبان و جنگ یادآوری شده است. کمان وسیله محوری است که بسیاری از مورخان آن را به اندازه اختراع چرخ و آتش مهم می‌دانند. دیگر همه می‌دانند که کمان یک اسلحه ریسمانی پرتاب کننده است. این وسیله در دو نوع، چوبی و ترکیبی یافت می‌شود. مشاهدات کمان‌های اولیه بیانگر این بود که بشر منحصراً آن را از چوب نهال و روده حیوانات تهیه کرده است. در مناطقی که چوب به سختی در دسترس بود، کمان‌های غیر از جنس چوب ساخته می‌شد. شاخ، استخوان و روده به جای چوب به کار گرفته می‌شدند. کمان‌های چوبی همواره در اروپای غربی، ایسلند، قسمت از آفریقا، قسمت از افریقا، هند، شمال و جنوب آمریکا کاربرد داشت. کمان‌های ترکیبی نیز در اروپای شرقی، شمال آمریکا، روسیه، چین و مناطق ساحلی گرینلند خواهان بسیاری پیدا کرده بود. با این حال اولین سرنیزه سنگی در آفریقا پیدا شد که به 25000 سال پیش از میلاد مسیح تعلق داشت. حتی تخمین زده می شود که این نوع تیر و کمان 4 تا 40,000 سال قبل از میلاد مسیح به کار برده می شد.
دست چپ. بعد با دست راست از این استقامت بگیری نه باز این را همزمان با اینا رها نکن. اینا را اول رها کن، این را محکم نگه دار. با این سه تا انگشت بکش. اوکی. بکش. پناه به خدا. آره بکش. در زور بازی من فکر نکنم. زور داری. با این کش کو با این سه تا. بکش. ماشاءالله. اینو لیلا. ماشاءالله. عالی بود. عالی بود. این رقم بسیار بریم تیر که زدیم ببینیم چه وضعیت است. فکر میکنم که خیلی عالیش بده است. شاید هم شکسته باشن. یا پایکامش هم از کار رفتی و دندانیش هم. تیر میزنه آدم. در این منطقه کابل که ما عرض کردم که 4-5 گروه هستند. از افغان هم هست، از برادرای حاضر هم هستند. عرض کنم که در مجموع کاری بود که ولایت غزنی خوب خیلی است. میریشته بیشتر در اوجا بازی میشه. ولی مثلا ولسوالی قرباغ، ولسوالی جاغوری، ولسوالی مالستان نگهی در هر جایی که است رواج داره. باز این مردم و این تیربازا که است و قدر صمیمیت در منیخ داره که از برادرای چیخ و زیادتر در هر جایی که باشه. خب این خیلی اتفاق داره، صمیمیت داره. یعنی یک روز این ما مثلا 80 ساله آدمیم. از کم از 60 سال ما تیربازی کردم. در همین 60 سال که تیربازی کردم در بین از چی یک وی مخالفت داشت. یک مخالفت نیست. هیچ. این صمیمیت داره. خواهی عرض کردم که اندازه نداره. فقط مثل برادر وریم، فقط آدم یک خانواده، یعنی مثل چیزها را دارن. خیلی خوب. گفتن 60 سال میشه که بازی میکنه شما. بله مثلا بله، یعنی یک مقدار 60 سال ما بازی کردم. این از دوران جوانی بازی کردن. بین این گروپ که شما بازی میکنین در همه سالانه در شهر کابل، جوانان میان سراغتان مثلا امرایتان بازی میکنن نمیکنن، اشتراک میکنن در بازی ها؟ جوانان هم اشتراک منال خب کلگی در مکتب و در جای چیه یک هم شده جوانان هم هست و پیرا هم هست. هر کس با توان خود هست نه. این حالی تو یک دانه تیر زدی در یک دفعه هم دفعه دیگه اگه وای وقت تو خود تو پیدان تیرانداز میشه تیرباز. این 3 روز که کس بازی کنن این یاد میگیره. جالب ترین خاطرش اینه که مثلا دو قریه و دو منطقه یک جای میشه. اینا مثلا علی از پوری خشک باید اینجی یک 20-30 نفر اونمو که یک طرف یک میمانی که تو دعوت میله و فکر ترس اونمو را که برد و برادرها با پشاره باز میمانی نه دعوت میده. بسم الله الله اکبر. جالب ترین چه نمیه دیگه برای ازمی تیربازا که است کل جالبه کلش. همین از اولی که نان خوردم ما این نمینجی بینه و کسای این ما که سایل کدو هم دو منجی نه این فقط ایتر شوق و جالب چی که در نظر از این تیربازا هست که شوق در خوابش هم هسته ای شوق در خواب ایتر شوق در از بیننده‌ی عزیز رسیدیم به ختم بازی و نتایج. 2 گروه که تقریبا 9 نفری بود که جمعاً 18 نفر به 2 گروه تقسیم شده بودن. گروه آقای جعفری طرف دست راست ما است و گروه آقای یاوری طرف دست چپ ما. من در هفته اول مسابقات آمدم و در جمعشان پیوستم، البته به عنوان فقط تماشاچی. تیم برنده امروز 14 امتیاز بالاتر از تیمی که روزهای قبل، البته گفته خودتان که امتیازها روزهای قبل بالاتر بوده و 29 امتیاز تیم آقای یاوری دست چپ ما از دیروز بالاتر از تیم آقای جعفری بودن و قرار است که بازی تا هفته دیگه پنجشنبه ادامه داشته باشه و برنده امروز طرف دست راست هست و 14 امتیاز بالاتر است. بی‌شک. خب برد و باخت همین رقمی هست دیگه در هر صورت. و جالبتر از همه شرط خیلی جالب است. قرار است که یک گوسفند حلال شود و بازنده حالا هر تیمی که می باشه در پایان هفته دیگه پنجشنبه تیم برنده را مهمان میکنه و امیدوارم که ما هم جز از مهمانا باشیم و
چی میگن مستفید شویم از شوربایی که قرار است پخته شود و یک جمع خیلی صمیمانه. ممنون هستم از همه شما که امروز ما را پذیرفتین و بازی خیلی قشنگه و یک حس متفاوت مطمئناً که برای بینندگان عزیزم و کسایی که برنامه رو میبینن انتقال میده. امتیازاتی که گرفتن تیم برد و تیم ببخشید بازنده در هر صورت درست گفته باشم، اما قسمی که در اولم صحبت کردیم 15 امتیاز تیم دست چپ هنوز مانده که شما باید او امتیازها رو پوره کنین و تا پنجشنبه دیگه امیدوار هستم پوره کنین. حالا برنده و بازنده بر ما مهم نیست، فقط مهمانی مهم است. تشکر، خداحافظ.